عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار می شود و او را به بیمارخانه می برند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران می بینند که علاجش نیست، به مادرش می گویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را می آورد، وای می بیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. می گویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ می گویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا می گوید تا دستش را حلال نکنید جنازه اش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال می کنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردن. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم ختنه کرده شود. در روز هفتم تولد همین فرزند نام گذاشته شود. در روز هفتم همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد. و در روز همین هفتم باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز هفتم تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگه سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در هفت نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است. یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی است سنت بجا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادن که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آنچه که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل خبر داد که از بعد من پیغمبری می آید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگه بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود.
میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. یعنی امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده، برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشون هستند، چی در کار میگذرونی؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتون. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه؟ بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چقچقی که بین یکدیگر میکنن، باور کنین در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن. اینها فقط نظارت میکنن کنی کی میآید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمیشود. پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است، لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم، لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریال میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم، پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزنین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند. اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشون چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند.
میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مرده خانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشیند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنند. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم